السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء. مقابل 72 تا ایستادی داری سلام میکنی ها. سلام به اولیاء خدا، به اونایی که دیشب دل زینب رو گرم کردند. چرا؟ آخه زینب اومد تو خیمه حسین صدا زد داداش نکنه اینو فردا تو رو تنهات بگذارن و برن. حبیب مسلم ابن اوسجه پشت خیمه صدا زینب رو شنیدند، اومدن یارا رو جمع کردن، گفتن دختر علی امشب خواب نداره، بیاین بریم خاطر زینب رو امشب جمع کنیم که ما از اونایی نیستیم داداشتو تنها بگذاریم. اومدن تو خیمه ابی عبدالله، آقا همه رو جمع کردند، یه نگاهی کرد به عباس، فرمود داداش چراغا رو خاموش کن. آقا فرمود اونایی که امشب اینجا موندید فردا این سرزمین خون مردان خدا درش ریخته میشه، هر که میخواد بره بره. یه مرتبه دیدم یکی از یاران از جاش قیام کرد، عباس ابن شبیب، گفت یا ابا عبدالله این چه جمله ایه به ما داری میگی؟ ما رو داری از در خونت ردمون میکنی. به خودت قسم، به خودت قسم اگه یه لحظه هم شما رو تنهاتون بگذاری. یکی از یارا دیگه از جاش قیام کرد، زهیر ابن قین، گفت پسر فاطمه به مادرت قسم اگه منو بدنم رو قطعه کنم و به پای تو خونم ریخته بشه، 2 مرتبه جان پیدا کنم، 2 مرتبه جونم رو فدات میکنم. اگه تا 1000 مرتبه خدا به من جان بده ولی جونم رو فدای تو میکنم. اما یه خواهش از خدا دارم، اونم اینه ای خدا سایه حسین رو از سرمون کم نکن. ببین چقدر با معرفت بودن، چقدر عاشق بودن. وقتی از امام صادق سوال میکنن آقا چی شد که اینقدر اینا سبقت میگرفتن روز عاشورا برای شهادت در راه خدا؟ فرمود جدم حسین جاشون رو نشون داد. دیدن فردا همه سر سفره پیغمبرن، کنار فاطمه مباشونه سر سفره علیه. اینقدر محو شدن، اینقدر عاشق لقاء خدا شدن، اینقدر عاشق حسین شدن که یه جمله ای داره. امرو وقتی عباس ابن شبیب امام حسین اجازه جنگ بهش داد، رفقاش دیدن آویز اومد این زره رو از تنش بیرون آورد، کلاه خود از سرش برداشت، زره رو باز کرد، بدنشو برهنه کرد، شکمه ها رو از پاش در آورد، اومد وسط میدان به رجز خونی. رفقاش دویدن آبس کجا داری میری؟ مگه دیوونه شدی؟ یه نگاهی کرد، یه نگاه به جلوی خیمه به حسین کرد، گفت به خدا قسم محبت اینا منو دیوونم کرده، به خدا محبت حسین منو دیوونم کرده. اینجور امرو میرفتند و سبقت میگرفتن. اینم روزه امروز من، وقت گذشته، روزه من امرو همین. یاراشو کشتن، نوبت خود حسین شد. عمر سعد شمر و خولی و سنان رو صدا کرد، سران لشکر رو، گفت داره وقت میگذره، چیزی نمیگذره که تزلزل بین سپاه ایجاد میشه، میفهمن این آقا پسر پیغمبره و
خیلی برامون گرون تموم میشه. برید کارو تموم کنیم بریم. خولی نگاهی کرد به عمر سعد، سنان به خولی همینطور به هم نگاه میکنن. خنجر عمر سعد به دست خولی داد، گفت برو کار حسین رو تموم کن. روزه من امرو همینه. خولی اومد بالای گودی قتلگاه، یا سید الشهدا، میگه دیدم آقا این صورت جرخای گرم کربلا قرار داده، اما دیدم لبای حسین داره تکون میخوره. نکنه امرو آروم بشینی ها، این دست تو به زرت بگی برا آقا تو قطر اشگب از بریز. امرو خلقت برا حسین اش بریزه. میگه طاقت نیاوردم، گفتم برم ببینم آقا چی میگه. میگه وقتی نزدیک شدم دیدم آقا داره به این مردم دعا میکنه. یا زهرا، میگه بدنم لرزید. خولی میگه دویدم از گودی قتلگاه بیرون. آی عمر سعد، من این کارو نمی کنم، من دستمو به خون پسر پیغمبر نمیزنم. شمر رو صداش کرد، بیا برو کارو تموم کن. سنان جلو اومد، من کارو تموم میکنم. سنان ابن انس میگه اومدم بالای گودی قتلگاه، دیدم حسین داره مناجات میکنه، بدنم لرزید، نتونستم وارد قتلگاه بشم. برگشت عمر سعد، منم این کارو نمی کنم. یه مرتبه دیدن شمر جلو اومد، عقب برید، بده من خنجر کارو تموم کنم. خدا لعنتش کنه. اومد بالای گودی قتلگاه، چقدر رذل و پست، خدا همشون رو لعنت کنه. میگه رو بلندی ایستاد بالای گودی قتلگاه، دیگه از در وارد نشد. آیه امام زمان، روز عاشورا است، اجازه میدی این جمله رو بگم؟ نمیخوام امرو بی ادبی کنم یا صاحب الزمان. میگه بالای گودی قتلگاه این نانجیب با این چکم آش خودش رو سینه حسین انداخت. آقا دیدن سینه‌شون سنگین شده، چشماشون رو باز کردن، دیدن و شمر جالسون علی صدرک، شمر سینه‌شون نشسته. آی شهید دادا، به به امام زبون، امروز شما اش بریز آقا. روز آخره میخوام نام مادرشم ببرم، کارا تموم کرد، بدن داره میلرزه، دستش به خون پسر پیغمبر زده شده، مگه میشه؟ بدن داره میلرزه. اومد از گودی قتلگاه بیاد بیرون. اینجا هلال ابن نافع میگه وقتی اومدم از جلوی گودی رد شم، دیدم امام حسین صورتش رو خاک مثل دو تا چوب خوش داره به هم دیگه میخوره. میگه طاقت نیاوردم. هلال میگه رفتم یه ظرف و آب کردم، اومدم وارد گودی قتلگاه بشم. میگه دیدم شمر داره بیرون میاد. آی هلال کجا داری میری؟ دارم میرم آقا رو سیرابش کنم. چرا بدنت میلرزه؟ چرا رنگت عوض شده؟ صدا زد هلال هلال هلال. هلال دیگه زحمت به خودت نده، من حسین و سیرابش گردم. گفت دیدم دست برد و سر بریده حسین و بیرون آورد.
دیگه به خودت زحمت نده، من حسین رو سیراب کردم. جمله آخرم گفتم چرا بدنت داره میلرزه، چرا رنگ پریده؟ گفت هلال کسی رو ندیدم، چشم بصیرت نداره کسی رو ببینه، خدا لعنتش کنه. اما هلال وقتی داشتم سر حسین رو از بدن جدا میکردم، ثوابش دست گلی نثار روح شهدا، پدر و مادر حق داران. هلال وقتی رو سینه حسین نشسته بودم، وقتی سر رو از بدن جدا میکردم کسی رو ندیدم، اما صدا ناله یه مادری به گوشم رسید. همین صدا میزد غریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین. اما بگیم حسین